بنده نوکی زبانی که تا در نار دوزخ در نمانی. بنده نوکی زبانی فقط الحمدلله. ها مسلمانم الحمدلله. مسلمانم الحمدلله میگه دروغ میگه. مسلمانم الحمدلله میگه نماز نمیخونه. مسلمانم الحمدلله میگه میبینی یک عملی بدی دیگه کرده سای. مسلمانم الحمدلله میگه غیبت و بهتان کرده سای. این خیلی مسلمانی نوکی زبانی از قهر غضب خدا نجات نمیابه. برای میگه نباشی بنده نوکی زبانی که تا در نار دوزخ در نمانی. مشو ملا و صوفی شیخ صنعا مسلمان شو مسلمان شو مسلمان. مسلمان بودن تو کی به کار است؟ مسلمان مردن اینجا اعتبار است. یک نفر ولی یک قصه را چندین بار بیان کرده. مسلمان می شود از مردم های امریکا مسلمان می شود. اسلام همین قدر می آموزه حقیقتش درک میکنه. مسلمان می شود و مذهب حنفی را اختیار میکنه. بعدا در یک طرقتی شناس می شود در امو اروپا. همین قدر محبت مسلمان داره که یک مسلمان ببینم یک گپ خدا و پیغمبر بگه. بعد میگن که فلان جا یک ترک مسلمان میگه شیده رفته کفته ترک میوه قدش چاق میگیره سلام میکنه در آغوش میگیره تو برادری ما بوده مسلمانی خدا موتره برادر گفته. بعد وقتی نماز میشم مسجد از آن میتم میگه برادر بیا بریم که وقتی نماز شده. میگه که خیلی برای که من نماز نمیخونم. هیچ خیلی مسلمانی نماز نمیخونم. با روزی دیگر یک حالتی دیگه میشه در راه میبینش مسجد بریم نماز میگه من نمیخونم. یک روز دیگه با رستوران میره دارم یگان چیز خوردن که میبینه در پیش یک ریومکای عرق موندگیه یک شیشه. بعد پیش میگه که انا برادر تو همون مسلمان بودی. میگه الحمدلله مسلمان هستم. این در پیش حرام کرده خداست. میگه خدا حرامش کرده است نه که من همین کم کمک میخورم. بعد میگه برادر عزیز میگه اینجا چی گپی هست؟ یا من همین اسلام نفهمیدم یا تو مسلمان نیستی. یا من اسلام نفهمیدم اسلام گفته یگان دینی دیگر را فهمیدم. یا که تو نماز نخونی عرق بخوری با مسلمان محبت نداشته باشی. یا تو مسلمان نیستی یا من اسلام نفهمیدم. میگه نیکی همین خیلی مسلمان با حضرت مولوی میگه نباشی بنده نوکی زبانی که تا در نار دوزخ در نمانی. اگه به هر طریق عمرمون حیاتمون میگذرن اما یقین بدانیم که همه ای پرسش داره به خودش. همه ای پرسش داره. حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام. از شبهه میپرسه از حلال ها استفاده کرده میپرسه از حرام ها میپرسه. حضرت ذوالجلال و الاکرام صاحب مسلک میگه پرسد از شبهه و حلال و حرام. پرسد از ما چرا چنین کردی آن گناه ساختی و این کردی. خدا میپرسه ما پرسد از ما چرا چنین کردی آن گناه ساختی و این کردی. تو که عبدی و من که معبودم. تو بنده ای محتاج به خوردن محتاج به پوشیدن محتاج به خواب کردن محتاج به گرمی و خنکی محتاج به خلاجا رفتن. همین آدم هیچی است. همین خدا که اگر یک نفس کشیدن نمیگه و بگی دولینی دیل قن فلان تمام یک نفس دنیست میشه. مغرور به عمر باید نشیم و مغرور به جان نشیم که جان در اختیار ما و شما نیست. مثل هم مرد داره پیشانش همه قپا بعد 60 سال از خدا دور میره و به سجده خدا. خدا پناه بده. خداوند میگه پرسد از ما چرا چنین کردی آن گناه ساختی و این کردی. تو که عبدی و من که معبودم امر نهی بر تو فرمودم. تو چرا بر خلاف آن کردی. بنده را میگه نفع خود را چرا زیان کردی. حد خود را چرا ندانستی در محلی که میتوانستی. و حضرت مولای در خلاصش چی میگن در محلی که میتوانستی غیر شرمندگی چی روی جواب. وای آن دم به جان قطره آب. اگر خدا همیتا پرسیش ممکنه در محل پرسیش چشم دادم آیا به ای چشم قرآن خواندی
60 سال 70 سال همه را دیدی، برای دنیات کار کردی، آیا سخن مرا در کتاب خواندی یا نه؟ گوش دادم همین قدر شنیدی، فقط فساد شنیدی، آیا به این گوشا تلاوت قرآن، امر معروف نهی منکر، ذکر خدا شنیدی یا نه؟ دست گیرا و پای روا و از هر یک عضو خداوند میپرسماند. انا همین حالت بعد چی میگه حضرت مولوی؟ غیر شرمندگی چی روی جواب، وای آندم به جان قطره آب. اگه وقتی که از دنیا گذشت بنده، باید که ما و شما فراموش نکنیم که بنده خدا و مسلمان هستیم، یک روز میشه میبریم. حال که با این یک کسل میشم 3 روز بعد 4 روز 5 روز یا تاوش میکنه تمام با همو دیگه. باید تیاری به مرگ و آخرت ببینیم، او طرف هم آباد کنیم، این طرف آباد کردیم. وقتی که بنده گذشت، اگه در خونه قبر میگذارنش دیگه فساد میشه و بو میگیره و دیگر بوی آدم از همه بوها در پلیدتره. اگر همین خلاجای دنیا را جمع کنن، آدم از او در بوش بدتره. بوی او آدم ضرر نمیکنه، فقط نفرتش میاد، اما بوی آدم میکشه آدم. زهر در وجود آدم هسته که بین همون طبیبا هم تا محکم میکنن در حالت همون اپراسیا و در دیگر حالت ها در وجود هم تا غذا هسته. و روح میویا ببینه که علاکه که جسم جسد فساد شده است، کرمو چریده سنش بو تف و سخن میکنه. حضرت صاحب مسلک میگه مرده را برن سوی گور، بعد میگه جان شیرین نظر کند از دور، روح بعد میگه جسد میبینه، میبگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم برخیش. در دنیا گناه روح و جسد یک جو کردگیم، عذابم در آخرت روح و جسد یک جو میکشن. در قبرم روح و جسد پرسیده میشه و عذاب راحتشم هم روح ده هم جسد ده. بعد میگه که روح که میگه عاقبت حال این چنین بوده، چون نکردی عمل بفرموده. عاقبت حال همی بوده، هممون با چشممون میبینیم، جنازه ها را میخونیم، در قبر میمونیم، خاک میگردانند. چی است؟ فقط به سوی خدا روانش میکنیم، میبردگیش فقط عمل ای. خونش نمیبره، پولش نمیبره، مولش نمیبره، موشیش نمیبره، زن نمیبره، فرزند نمیبره، فقط صاحب یک مول است که او عمل ای. عمل صالح کرده باشه خشا بر حالش. بعد میره روح جسد میگه عاقبت حال این چنین بوده، چون نکردی عمل بفرموده. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند مال میگفتی. همین شب و روز فقط زن و فرزند مال. چیکار کنم؟ بخورانم، بپشانم، شکمشون سیر کنم، خونه بهترینشون کنم، دختر مشوبتون، بچم زن بتون، جای کارش بیاو، خونش بگیرم، حولیش بگیرم. حالا هم که رازق کلی حی فقط الله هست. فرزند بنده است، خدا را غمش مخور. تو اون نهی که مثل خدا بنده پروری. او در 9 ماه در بطن مادر خدا فراموشش نشه، رزق رسون امروز در بالای زمین او به رزق میمونه. بسیار در تجربه میبینه آدم پدر و مادر نداره، یتیمه، نه که به جای رسیدگی که 1000 پدر و مادر دار نیم یورو رسیدگی نیستن، چون که رازق فقط الله هست. بعد میگه که اگه طاعتی بودت نکرد، بعد میگه این که میخیستی و میخفتی، زن فرزند مال میگفتی. بعد در روز چی میگه؟ بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی باید گفت؟ نماز قضا کرد، نماز به وقتش نخوند، حج نرفت، زکات مولا نداد، 5 وقت بجا نیاورد، چه من کار میکنم روزگار دارم. از اینجا قناعت نکرده به ملک دیگر رفت، خدمت یک بیدینی بدبخت کرد، از اونجا از عمرش زویه شدن گرفت، یک روز دیگه مرد، تمام دیگر. هم از برای چی؟ برای همین ها. اینا با در روز قیامت از کشتلت میگیرن که کی ما تو را مجبور کردیم برای ما را حرام بیار. حرامای خوراندگی و پشاندگی تا بگیر خودت پدر میگه فرزندو. انا که بعد چی میگه؟ بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی باید گفت؟ بنده بودی ولی زنا مردی، بندگی را به جا نیاوردی، با کدامین عمل کدامین حال، می روی نزد حضرت متعال. پس به کدام عمل کدام حال نزد پروردگار.
الله ذوالجلال همه ما و شما را توفیق هدایت نصیب و روزی بگردونه و خداوند سرزمین تاجیکستان عزیز ما و شما را پرفیض و برکات بگردونه و این بیماری ها را خداوند برداشته نیست و نابود بگردونه از سر تمام مسلمان دنیا و الله ذوالجلال همه ما و شما را توفیق هدایت سربلندی دنیا و آخرت نصیب و روزی بگردونه.